کردیم. بعد خشتمان فرمان میداد، نشان میداد به ما که بچم این کار کنیم برای آینده خودم. در همون جمع مثال کرتا میدوختم به همسایه ها، شیروز میدوختم همسایه ها میدادم، مثال جامعه میدوختم، جامعه مردانه میدوختم، جامعه زنانه میدوختم، هم کلیم بدم، هم کار خانه میکردم، هم فرزند نگاه میکردم، هم کار دستی خدمت پیش میبردم. مثال خوشبختم که زنی 4 تا فرزند دارم، 3 تا پسر دارم و 1 تا دخترچه. من خوشبختم که صاحب 4 فرزندم، خانه آباد دارم، هنر دارم. مثال هیچ وقت به هنر نیستم، مثال ای دست خودم می ندار. فرزندا 100 بار شگر نگاه میکنم، بازی نفقه خود. که ما مایدهک بدیم، ما خورسول بدیم، دخترچه مکتب بدیم، مادرمون جیغ میزدن که دختر جان بیاید همه کسا بیاید یک اتله کنیم. مادر ما وقتی که اتله را میبریدن یک اشپر داشتن، وقتی 13 وقتی سال پیش ده و یک اشپر میگفتن اتله میبریدن و اون کورچه دراز بود. و یادم هست که مادر میگفت که بچم بیاید اگر در زندگی خور نشید، در زندگی رفتین به خانه خشتمان که رفتید، یکی خشتمان بگه که خیز بچم اتله کن. برای همه خیزیم بچم همه کسب همه هنر یاد بگیرین، به خانه شوهر به گردن بلند برین، به سر بلند برین که از خشتمان گپ نشوین، نشنوید گپ. از بس که خشتمان من خولم بود، خولم هم برای من همچون مادر بود، برای من همه کار نشان میداد. بچم خیلی که دختر جان تایره دور اومدگی تو حال خورسولی، تو برای کار حالی نیستی، بچم این ایاره من بطر نشان میتم تو یاد بگی. ما بسیار نازکی کار ای خشتمانم یاد گرفتم. خشتمان من دوگانه دار بود. خشتمانم میگفت که دختر جان اتله کنین کلینو را موسیقی کلم بدیم در خونه خشتمان، اتله میکردیم، نان میپختیم، قطی زنو هیورم شکرو میکردیم، دوگانه خشتمان ما فیراد میکردیم، یا جوی با همراهی و هم کسا در سر دسترخوان شده با خنده و با خرسندی شده شکرو خری و اتله خری میکردیم.